بیعقلم کردن نکنم. آخ تو با کار مردم چی قرار؟ زن! زن! بله. ای مرگ بله. لکک بله. بیا اینجا. بله آمد. چی جون میدی؟ این چای بریزم برای شما. بیا نمام چای بیا. نمایی. نه بیا. یعنی تو شده که دگاه حق همسایه جلوی بر بگیره. چرا چیکار کردم؟ تو چی کردیم هم فیخت به جهت میشه میری به سر همسایه چه کارک شده فلانک شده هم بجین می چی گفت او چی گفت او چی گفت تو بیکارا کی آورده تو بهم خبر من که گپ زدم اختلاط برام میکنه خود تو بد میکنی اما اختلاطا زندگی خود آدم میره برای همسایه میگه یا از اون میداره بیا که دیگه میگه اختلاطا زندگی من نبود همین اختلاط دیگه چه کردم آمون مردم خوش ندارم ایت خبر کشیات به تا قومی شما ایت گپا موده کم گپ میشه بسته قوم خور خبر میکنیم اینا خوش ندارم مردم راست میگم هی چی داره دیگه تو که امروز سوا مرخده مردم مشتیخان میکنی برا بمارم بعد گناه کردیم که میرم از اونا خبر میگیرم میشه نمایا کمیته خبرها بگیری نمایا مردم کمیته بری خبرها بگیری باز خبر کشی هم بکنی کی خبر کشی کردو یعنی تو میگی من خبر چی دم آخه همین دکوندار میگه ما براتون به سرا زن به چپا و چراغ‌های از بس میزن تو خبر میاره چه کارک شده فلانک شده آخه تو با همسایه چی قرار تو خیلی خود آدم خوبی کلا خود خوب تصرف مکم کی خوبه دیگه نمیگم دیگه نمیگم مگه دیگه گپی نزدم همین همسایه به من داستان زندگی خود تعریف کرد من برفتم برای از او گفتم او دلی پر کرده دیگه جا میده حتما با دختر خسرو نمه سوختی گرفته من چیکار کنم یار زن بیعقلی بودی یاری که بیعقلی بودی خب همون بعدی بکرده که پیش تو قصه زندگی کرده باز تو مگر فرتی بری بدون سر همسایه دیگه بگی خب باز این گپ چی کار داره که به دختر خسرو پیدا نشده شاید این بسته همسایه دیگه هم بگوتش که دختر از خسرو نداره نه تو زن روی تو خدا ببینه به کار مردم دخالت نکن تو متوجه خود خوب باش متوجه زندگی خوش متوجه دختر خود خوب باش انا دختر تا با خونه شیشتی دیگه مثلا خسرو نماده مگر پس با اونو بخزم مگم دختر فلانی خسرو نماده نی دختر مامان چند تا خسرو داره بچه کاکای و بچه مامای و بچه عمی و ردیفش به قرآن مزه بفهمم که تو همیت خبرکشی گپی به پیش تو نمیمونه به قرآن همین دختر تو به خونه بات میکنه مگر بشکه سرکی هم مالی بریزی های نداره دیگه کم کو دیگه همین خبرچینیا خود جا خود کم کو بعد با تعمیر قومی همه توخ شده که زن فلانی میگی کلی میگه پیش زده نمیشه 1 کلاغ 40 کلاغ یعنی من خبرچین ما پدر خبرچین به قرآن میگم خبرچین چند بخشه 3 بخشه چین چی گپی که به تو گفتم چی به بی بی سی گفتم چی به افغان اینترنشنال گفتم فرق نمیکنه تو همین چیزی خبرها افغان اینترنشنال خب جالب هسته تو رو ببر همونجا نتاق بسی ما باز ما یک موضوعی خیلی تو در میان بگذارم میفهم که دیگه دهن خورواکن و بسته قومی و شهر و سر چرسی و اینا همه پر میشه از این بیتر نکن های دیگه با اگر دیگه را بگو دیگه شوخو نمیرم به جای دیگه بگم با میرم دیگه جا میشینم خیبت چما میکنم اشتگه پا میزنی زن ایر بری تو میگم برای که تو شریک زندگی منی ایت نشه خدای نخواسته باز و حق همسایه قوم خشم با خبر بشه های دیگه من از همسایه میشون اختلاط میکنم دیگه شما نمیرم به جایی بگم چه کار حاله بگیم زن همین یک زوره که از این بعد جایی بیرون نشده که بیخی همیت به عذاب نیوم که شیشته و خسته سهی نمیتون کجا شما؟ گفته نمیشه دیگه بعد دیگه اون جایی نیه که ما بگم به تو کجا بعد این بغل لنبرم همینته زورکی بیری شده گفتم همین به تو میگم متوجه باش فکر داردوهای یک چیز میزی بکنه که حداقل شو میام بگذارم بریو خوبه با دکتر خیلی تیار میکنم شو با بیم نغزن خیلی بینی من رفتم زن جای شیشته نمیتونم بخورم برخسته که میتونی او خسته خب میشه من همیشه بخسته باشم مجبورم یک جای بشین سلام خوبی سلامت بشی زنده بشی شکر الحمدلله تو خوبی بچه ها تو خوبه با شکر جان آقا نی بیچاره برفته و دیکن خو از خوار از می بغل نمبره که نمیده که تا زورکی بیدو شده نمیفهمم چه کار کنم چی بگذارم
خب خوبه من که عقلم نمیکشه من ندیدم تاریدی چیزا خوبه خیلی خوبه خداحافظ چه کاره؟ هیچی نمیدونم. یک رقم میمیدی شیشتینگار طلبگاری چی میگی؟ هیچی نمیدونم. به کی زنگ دادی؟ هیچی به خاله تو زنگ زدم چی گفتم به خاله؟ هیچی گفتم از نمبر پیات چیزی بیدی شده همین کتا زورکی خوبه دیگه به همه جا زنگ زنیم بگیم آخه ما در این پیام با شما نگفتم که به همه زنگ زنیم بریم بگیم ایتی کار شده این رازیه میفهمیم اگه همگی بفهمه آبرو پیام میره برو فقط صاحب بریدی و که میگه بعد آبرو پیام ببینی خب گفتم بغل نمبر پیات همین کتا زورکی شده باید اونه تداوی بفهمه من نفهمه با دروغ پیات گفتم بچون بادم تنخه لط میکنم بیا بغزار نمیفهم میشه به طبیعترشه بله خب نمیگفتین از پیار منه میگفتین از کس دیگه یک رقم دیگه میگفتین که میفهمید دوایی و چیه این پیار میاله بله نمیگه که راز بدن شما نمیمونه به خود به هم جا پخش میکنیم خوبه دیگه با تو بزنی شکوه پیار خود تعریف میکنه که پیار به راست میگه راز بدن شما نمیمونه چی گپا؟ آره بگه زن میگم گفتم کاکا خوب همه جا به قرآن پر میکنن برو رسی به همسین فیه خوب زن بزن سکنم مادرها اینا نمیفهمن تدوی چیه آره دیگه یعنی میگم بود که بس فیاه بگم فردا من رشتن تو به پرتون راه نداشته باشم بابا تو خود پنتون خوب تدویه دیگه گپی نیه سلام دختر کاکا خوبی سلامتی تیا خوشحالی شکر الحمدلله نه خور عجله دارم نه همین جان آقا جان بغل نمبر اینا آره میده که تو زورکی بیدی شده ها چکا کنم نه خواه من گفتم بچون زبان سگ بغزا چی بغزا با تو ایده میگی زرچو اخه میکنم خوبه خیلی میدی دست درد نکنه خوبه از هم کاکا من بپرسه که با زن کاکا شاید عقلی بیتر باشه خوبه خوبه خداحافظ خیلی خداحافظ خانم یکی میگه زرچیه بخدا یکی میگه بچون زبان سگ بخدا سلام خوبی بخیری شکر جانا تو جوره اوه خیلی خدا شدیم بخیر یعنی من به چی دل خود خوش کنم که زن دارم به چی دل خود خوش کنی که زن داری؟ به چی تخوانی شما جدی که دیده که شما بار کردم چه کاره؟ با چه کار کردم؟ چه کار خونه کردم؟ نه دیگه تو هم از اون خونه میری پرباد و سنباد آخه پرباد و چی نداره تو همین من بعدی بکدم من پدر خونالت کردم با تو گفتم بغل پام زورکی بری شده تو خوار خود بسته قوم خشر همه خبر کردی که والا شوم بغل پای زورکی بری شده و لنبر زورکی بری شده و چه کار نه گفتم این گپ پیش با تو باشه سه کنیم آخه خود تو نگفتی که بچون بادم تلخه و لکه یا سپوزی یا درد بیدن منتیار میکنم تو وقتی که نمیفهمی عقلتو نمیکشه خب برای میگفتی باید چی بود که وقت سر چنگ خواسته کردی بودیم خوار خوب گفتی خب من گفتم بادم تلخه میشه به طبیعترشه زن زدم بخوار خوب گفتم بغل دنبر جان آقا جان همین که زورکی شده گفتم چی جده میکنم اول خوبم پدر جان آقا نالت که به تو بگفت دیومم همه قدر تیجاکیه نه که قدر زورکی باشه تو با آخری تو چیزی تیار کردی 2 روز دیگه به بغل پاما باشه تو شاید همین تو چیزی همین تیار کنی من بعد کنم که دیگه با تو ریزن چیزی بگم همه زرک تیجاکی تو ایت لنبر متیار کردی که ایت زورکی شده آخه چی گپه تو چری تو کارا میکنی همین همسایه دروغ نمیگه که زن تو خوچینی میکنه و چی میکنه ما رو هم همسایه بد میکنه تنیه بزنه خاکشه آخه چی جبره من فقط همین زرماستم از تو بپرسم برای تو همین کلمه گپ را یک بعدی بکردم بگفتم یعنی میگه ولی زورک میانم بر شما آخه یک پور تیجاکیه تو تیجاکی بگی تو زورکی دیر کردی خدا نکنه که ما تو یک چیز دیگه بگم خدا نکنه من یک سر بریدی بی خونه بیارم یا یک چیزی بیارم خب این بگم تو خمار به تو به چریری برو بر میکنی دیگه تو حامل هیچ کار نشده بس قوم خوار خو اینا رو هم خبر کردی که پا شو تو زورک شده خب درد پرسیدم دگان گپ کار بعد که نکردم بگی یک سر و 100 تا عقل هر کسی عقلی داره چی گفتم عقلاتو اونا گفتم یکی گفت میشم زرچوی خمیل که بخدا
یکی گفت چون زبون سک بخصاب ملحق زبون سک. خب یکی دیگه گفته که برگ تروشک بخصاب. خب یکی یک چیزی گفت همه یمینه هر روز یکی جا میکنه مغزه رو تصرف کنه کنم آره. هیچ کار نشدی بزن. من فقط ماسم تو رو امتحان کنم که تو یک کلمه گپی که بزن وای به پیش تو میمونی یا نمیمونی. های یعنی من مسخره کردی حالا برای من ثابت شد که من دیگه به زندگی کلمه گپ رازی که داشته باشم به تو نگم. انا میگم اگر که یک کلمه یک کلاغ و 40 کلاغ چی به تو گفتم چی به BBC گفتم بس خلاص انا مرد توبه انا مرد توبه که دیگه ما آدم راز خود به تو زن بگم